دوستان ما اومدیم بیرونیم الان، نمیدونم قیافه معلومه یا نه. خیلی سرده، شخته مخ کردیم. این کاس حالا نگاه کن خیلی سرده. ما اومدیم یه خرابه‌ای پیدا کردیم که توش نوره. هر کاری کردیم نمیشه، درش باز نمیشه. این کفشا ها همه چیزن درش باز نمیشه. کفشا همه اینجا بودن. اینا چی؟ اینو بعدا ما آخر ویدیو شیشار میشنیم میریم. چون اومدیم اینجا حالا یکی از دستا دشتی داشت رفتیم تو دشتی اون ته میریم. بعد اون پشت جنگل تماما. اینجا یه خونه هست، یه خونه هم این بر کنم 5 خونه این بره 5 خونه این بر. و دوست اونجا رفت دشتی. به برادر اسکر داداش سکوری. اسکر داداش چون این اسکره این هم ارفزه. این دوتا داشتن. ما برام تو سرخاله این اسکره محمده. اینجوری خرامه رو پیدا کردیم. یک بیان دورینه بده دوستان خب نور داره. خب بالا رو اینه چراغش معلومه. ببین به در دیوار بخورم اگه دروغ بگم. دروغ نمیگیم که در گفله. اوکی خب در کلم گفله. دوستان این شوخی فقط بخندیم خواهی نکنیم. اومدیم زد پشتبونی داره. حالا اومدیم چند تومن میدی؟ 100 تومن. بریم بعدی. این پایم بازرگانی الو السلام علیکم. تاکسی تلفنی؟ بله. تاکسی دارید؟ بله. خوشبختین ما ندارید. بیا اومدیم تو در بسته شد. هر کارشاری نتونستیم در باز کنیم. هیزان قطعه نگاه هیزان قطعه. بیا بس دستی رفتم. هیزان رو اول تست کرده خراب. در من نور بیندازم از اینجا. نره روحا میگیرم میکن. نور ننداز. این نور تو بشاش بیا. اصلا تو پشت منو بگی من خواهی کردم. از این نبود از دیگه دارم میگیرم خونه تا دیگه. خیلی خوب ما بریم. نه گرفتم این آسمونه ما نمیاد پر پرواز. آسمونم ما نمیاد نفس کسیه. ما قدیمیه لونه ها. آتی بسن زنگ زده معلومه مال گاشتن 20 سال پیشه. بعد کار میکنه. نگاه کنی؟ کار میکنه. خیلی خوب ما تصمیم داریم از اینجا بریم بیرون. نمیدونیم یا نریم. بیان صدا سگ و گرگوی نمیاد. ما پیدا کردیم سوزوندیم. بعد اون در گفت شده. به نظر به خاطر اونه؟ دعایی بود دقیقا لایه همیزا. این کاغذی بود. تاکشیر ناده اینجا کاغذی بود. پیدا کردیم ما حالا آتشیش دادیم. اینجا خونه همسایه هست. 26 اومدیم فرصتش کردیم گفتن که این خونه 10 سال مخصوص هست و هیچی توش رفت آمد نداره. خیسی‌ها رو که می‌بینی بارون باریده. مثلا ما بریم بیرون هم واسه فیلم بگیریم. اینجا انباره شد داره معلقه. خب
گفتش گیر کرد. صدا میده. اینجا انباری، اینجا انباریه. اینا بالا نمیدونی چیه. اینا منه. اینا بیایم بریم بیرون. از بیرون هم فیلم بگیریم. بده من بیسیه. از بالای در بچه از این بعد من دوربین متحرک هستم، میرم از بالای در براتون فیلم بگیرم. وای وضعتان چی نباید خیلی تاریکه. ساعت چنده بچه ها؟ پنج تاریکه. بکنم حبس شدیم. حبس شدم تو جسمی که با تو خاطره داره. حاجی من شاشیدم به خودم نمیشه. حاجی جانه باشه تا اینجا آمدیم. قرار نیست همیشه اینجا بمونیم. بیرون بریم بیا. از کجا بریم؟ Komm tanzen. Ich will nicht, Komm trinken. ich will nicht. صدا رو شنیدید؟ صدا رو شنیدید؟ از اونجا صدا آمد. به خدا راست میگم صدا آمد. صدا از این چیز؟ ها؟ صدا از اینا؟ یه چی؟ صدا از این فیلم اینا؟ ها؟ اینطوری شده. آه بگم که فیلم افتاد. صدا همسایه از آدم هست دیگه. خدا کنه آدم هست. انشالله. تو بارون اومده. اینجا قار میاغید. خیلی خوب بود. قار میاغید. اینجا اصلا برم تو این برو میگه واسه درش خوزه وای نرونه. اینو میگی؟ با فهمیدیم باز نمیشه از پشت هم میگی اینجا این تو خالیه هشو برقم داره یه اتاق خالیه نمیشه اینجا صاف بوده اینجا عزیز من چهار من رفت میشد. برو چی؟ دودوره چرا کار من اینجا تمام شد Komm tanzen. Ich will nicht, Komm trinken. ich will nicht. از در اینجا فیلم بگیریم و شب اینجا بمونیم که صبح را بیفتیم و بریم به این در باز بشه؟ در خیلی بیا باشه یا حسین باز شد رفتیم ما. بچه خدا بفرست. بچه اونجا نمیدن چیه بچه نریم به نظر من. اونجا نمیشه اینجا این محلی هست دیگه اون باشی زنگیره بیا تا اینجا دمشه ها این داخل کنید میشه اینجا هیچ معلوم نیست. اینجا سگینه احتمال داره که باشه گرگ خیز آدمه رو نگاه زوم کن رو آدمه زوم کن رو آدمه اینجا آخ من چه کارم؟ نگهبان داره. اینجا این داخل تو نیده تو اینجا. این دره تکون خورد نخواد واقعا تکون خورد دره صدا داد این صدای گتار دوستان خیلی تحقیق میکنه
بیاین اینجا میفهمین. آدرسشو میذارم پیشنهاد کنم نیست. یه خونه همسایه هست. کپی کن. اینجا خونه همسایه هست. ما شب اینجا میمونیم. از فردا صبح ویدیو میگیریم. لیستر رفت رفتم واقعا ماشین رو که ماشین خراب شد در واقع. الان شب بعد ویدیو قبل ماشین خراب شد نتونستیم بریم و بردن که ماشین تعمیر کنم و من الان بردم اینجا تک و تنها و تصمیم که غذا درست کنم و یه چیزی بخورم چون از دیروز هیچی ما نخوردیم. زد یادم تغذیه‌مون خیلی کمه. یا یا اول پس یا اول پس یا خدا یا خدا یا علی یا خدا من تنها اینجا من نمیدونم من فقط راه خروج نیست. من باید از این مهدی شده مهدی منم پاشو اینجا کجاست خونه است دیگه. چی شده بهت؟ همون که اجاره کردیم شده مهدی پاشو چی؟ کسی نیست اینجا چرا بگی؟ پاشو بابا کسی نیست بیا خودت ببین پاشو ببینم چی شده. خب پشتت کی؟ کسی نیست بیا کسی نیست بیا کسی نیست. بابا تو ببینید چی شد. کجا بریم ماشین نگفتم باید فردا بیاید تحویل بگیرید. چرت و پرت باز نره. برای چی فیلم میگرفتی؟ چی شد وای سرده دهنت سرویس. کی میخواد اینجا باشه آخه؟ وای دستم یخ کسی اینجا نیست. چرت و پرت میگی؟ باور کن کسی نیست. بابا چرت و دیوونه شد برد. سرده باور کن کسی نیست. بیا بریم خونه. کسی نیست باور کن.